شام جمعه 16 دکامبر سال 2022 شاهدان به پلیس نویه فستیوالسکی ولایت لنینگراد روسیه زنگ زده درباره یک زنوزنی گروهی در پارکوفکا یا توقفگاه فروشگاه میگا دیبنکا در کنار شهر سنت پترزبورگ خبر دادند. به گفته شاهدان یک گروه عبارت از تخمینا 10 نفر یک جوان را با کلتک و کرد لطوکوب کرده سپس از جای حادثه فرار کردند. در پی زنوزنی یک شهروند 21 ساله تاجیکستان با زخم‌های کرد در نویه قلبش به بیمارستان آوردند. طبیبان زخم او را وزنی مینامند. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی این مهاجر تاجیک هنوز سال 2021 با نیت کار به روسیه آمده در شهرک کودرووا در کنار شهر سنت پترزبورگ زندگی میکرد. فروشگاه میگا دیبنکا که در داخلش گیپرمارکت یاشان هم است همچنین در پهلوی شهرک کودرووا جایگیر شده است. در پلیس گفتند که در رابطه با این حادثه سنجش ادامه دارد و جزئیات زنوزنی معاین کرده می شود. درباره شخصیت آنهایی که به جوان تاجیک حمله کرده او را کور زدند در حال حاضر یگان معلومات دسترس نیست. مولدهای افزاینده زنوزنی ها بین مهاجران چند وقت باز مایه نگرانی جدی مقامات روسیه شده است. ماه آگوست سال 2021 در پی یک سلسله زنوزنی های بین مهاجران در منطقه های گوناگون روسیه وزارت کارهای داخلی این کشور هشدار داد که از این به بعد مهاجران را برای دغلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی از جمله برای اشتراک در زنوزنی ها بهرهمانه به کشورهای زادگاهشان اخراج کرده از حقوق عبور مرز روسیه محروم میکنند. ماه دکامبر سال 2021 وزارت کارهای داخلی روسیه گفت که الکی بیش از 400 مهاجر را محض برای اشتراک در زنوزنی های عمومی اخراج کردند. اکثر آنها را به مدت تا 40 سال از حق عبور مرزهای روسیه محروم کردند.